همه موفقیت های ما در گرو تقوای ماست. هر خط دلمون زنده تر باشد با یاد پروردگار و به یاد روز قیامت و اون صحنه و اون لحظه ای که ما در پیشگاه احکم الحاکمین بر الله جل شأنه عرضه می شویم، راه عمل برامون هموارتر می شود. لذا می فرمایند اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر انسانی بنگرد، دقت بکند، مواظب باشد، یعنی با کمال دقت و هوشیاری نگاه بکند که برای فردای خیش، یعنی فردای قیامت، چه تقدیم کرده اید، چه فرستاده اید. مگر ما میتونیم بفرستیم؟ از کدوم کانال؟ راه اون خیلی آسان است. راه تقدیم و راه فرستادن خیلی آسانه، نه واسطه میخواد، نه درد سر دارد، خیلی واضح و روشنه. اما همت میخواد. راه اون اینه که انسان برای خدا و رضایت الله جل شأنه عمل انجام بدهد، در دست خدا قرار میگیرد و خداوند هم در روز قیامت در حالی که عمل نیک مؤمن رو چند برابر و مضاعف کرده و بارور ساخته تقدیمت میکند. چه تقدیم کرده این برای خودمون؟ باز هم مجددا پروردگار توصیه‌ای به تقوا میکند. بازم تقوا قبل از اینکه انسان محاسبه خیش بکند و بعد از محاسبه. و خداوند با تأکید بیان میفرمایند که الله جل شأنه خبیر است، دانا و آگاه است به اون چه که انجام میدهید، از ریز و درشت، پنهان و آشکار. پس اینه که انسان مؤمن قبل از اینکه مرگ سراغش بیاد، با سرعت، با عجله، بدون درنگ، تا میتواند از اعمال صالحه به عنوان زاد و توشه برای خیش تقدیم بکند، پسنداز بکند نزد الله جل شأنه، تا فردای قیامت سربلند، روسفید و با عزت محشور بشود در پیشگاه و آستانه پروردگار. بازم خیلی جالب و زیبا پیغمبر علیه السلام توصیه دارن به همین نکته و به ارزش عمر انسان، که چقدر این عمری که ما شاید قدردان اون نباشیم چقدر با ارزش است و چقدر میتواند سرنوشت انسان رو رقم بزند. میفرمایند لا یتمنى احدکم الموت، هیچ احدی و کسی از شما حتی آرزو و تمنای مرگ و مردن نکند. آرزوی مردن هم نکن با همه مسائل و مشکلاتی که ممکنه برات پیش بیاد. ولا یدعو به من قبل ان یأتیه، و قبل از اینکه مرگ سراغت بیاد از خدا نخواه، نگو خدایا مرگم بده، نخیر، همینم نگو. چرا؟ انه اذا مات انقطع عمله، زیرا انسان وقتی مرد عملش قطع می شود، زمینه عمل و تلاش و کوشش از او گرفته می شود. عمر ما بس ارزش اون در گرو عملمونه، در گرو تلاش و کوششمونه. وقتی انسان مرد نمیتواند کمترین گامی رو بردارد. و انه لا یزید المؤمن عمره الا خیرا، و مؤمن چون با ایمان خودش زمینه خوبی رو هموار کرده برا خویش، همواره عمر مؤمن جز خیر و جز منفعت برای او چیزی دیگه در بر ندارد. هر لحظه از عمرت که میگذرد به نفعت هست، خیر و خوبی برات در بر دارد. پس اگر این گونه هست، انسان مؤمن و مسلمان تصمیم بگیرد کمال همت و تلاش رو داشته باشد تا میتواند اعمال نیک و صالحه رو انجام بدهد. اینما کنا